بسم الله الرحمن الرحیم. تحلیل داو جونز ساعت 17:55 55 دقیقه عصر، تایم فریم 5 دقیقه، روز 9 آپریل 2024 و شروع تحلیل. ما در واقع به لگ نزولی به شدت قوی داشتیم. تایم فریم 5 دقیقه است. این لگ نزولی برگشت 50% اصلاح به ما داد. لگ 1 پول بک، لگ 2 50% اصلاحش اومد روی در واقع کی جونسن فلت ما و سنکو اسپند بی زیر ابر قرار گرفت و انتظار داریم که لگ دوم بزرگتر رو تشکیل بده یا شاید همینجا خورده بازی در بیاره بعد قیمت بریزه که احتمال ریزشش بیشتره چون خیلی شارپ ریختیم. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. منم چند تا پوزیشن دارم. پوزیشن اولم اینجاست، پوزیشن دومم اینجاست، پوزیشن سوم اینجاست و بعدیش هم که سل استاپه. ببینیم چه اتفاقی میفته. دوتاش تو ضرر بود، برگشت، من نبسته بودم، استاپم بالای لگ نزولی بود. حالا منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. میریم روی در واقع تریدینگ ویو، ریزشی که داریم ملاحظه میکنین. انتظارش رو داشتم. من فکر نمی‌کردم انقدر اصلاح بده با این ریزش قوی. من فکر می‌کردم از همین جاها برگردیم پایین. دو تا سل اینجا گرفتم، یه دونم برگشت رو 50% گرفتم در واقع. حالا ببینیم نهایتاً چه اتفاقی میفته. کف کانال هم هست، احتمال برگشت قیمت هست. یه بیس به شدت قوی هم اینجا داریم، ولی همه اینا هم من حیث مجموع فکر می‌کنم که نتونن قیمت رو نگه دارن چون خیلی شارپ داره میریزه. بایرها تسلیم شدن، خرس ها جسارت پیدا کردن. هرچی استاپ اینجا داره فعال میشه، استاپ های بای اینا فروش و فشار فروش رو بیشتر میکنه. منتها خریدارا هم میخوان از همین فرصت استفاده کنن، بتونن در واقع خرید بکنن. این با اینجا از این در واقع فروش ها استاپ هایی که میخوره از جنس فروش گاوا میخرن که بتونن حداقل بدون ضرر در بیان، ولی بعید میدونم قیمت برگرده بالا. ببخشید. حالا نهایتاً لگ دوم رو داریم مشاهده میکنیم. اومد زیر کانال، ریزش خیلی قویه. بریم تا این فریم 1 دقیقه. من فکر میکنم شروع ریزش لگ دوم اتفاق افتاده. 4 تا کندل نزولی به شدت قوی، به کف کنجی هم نرسیدیم. انتظار ریزش حداقل به اندازه میجر موو. حالا من تا این فریم کوچکتر کنم. ریزش خیلی خوب. ببینیم پوزیشن ها در چه شرایطی هستند. عالی. سل استاپ آخرم در واقع چیز شد، فعال شد. خیلی خوب ریختن، خیلی هم خوب داره پیش میره. ریزش شارپ همونجوری که انتظارش رو داشتیم. من یه دونه از پوزیشنامو میبندم. این پوزیشنمو میبندم، یه دونه از اینا هم میبندم، دوتاشو باز نگه میدارم. باز نگه میداریم ببینیم چه اتفاقی میفته. ریزش شارپ هست. من استاپامو ترید میکنم اینجا، این رو هم میذارم همون بالا. خب ببینیم چه اتفاقی میفته نهایتاً. ولی این ریزش خیلی قوی بوده. انتظار دارم باز یه پای دومی همین داشته باشه. احتمالاً به میجر موو رسیده. میجر موو همین لگ رسید که استاپ کرد. حالا نهایتاً این تحلیل پرایس اکشنی بود. بله به ام امش رسیده یا همون به ناحیه میجر موو لگ پشت سرش. من کلوز به کلوز دارم میگیرم و انتظار در واقع سیو سود رو داریم اینجا. احتمالاً یه میجر موو هم اینجا به ما داده باشه که انقدر سیو سود داره اتفاق میفته. ببینیم. با این کاری نداریم. اینو بیایم پایین تر. بله اینجا هم بازی ناحیه حمایتی بود، محل سیو سود خرسا بود. بایر رو دارن از این فرصت استفاده میکنن، شاید بتونن یه فست اسکرپ انجام بدن. قیمت بسیار شارپ داره میریزه.
انتظار ریزش بیشتر. تایم فریم 5 دقیقه. من انتظار دارم به اندازه کل این لگ حداقل ریزش داشته باشیم. حداقل ریزش. یعنی خب دیگه مشاهده کردین دیگه، آربارا رو اگه بخوایم حساب کنیم، من آربارا این شکلی شدن دیگه. حتی وضعیت بهترم داشتم من، این بالا پوزیشن داشتم، بعد این یکیشه دیگه. یعنی آر به آرام تقریبا یکیش 4 بود 5 بود، اینه در واقع دیگه ما پشت این میذاریم دیگه. حالا اینجا رو که در نظر بگیریم، اینجا که الان گذاشتم، الان رو آر 4 هستیم، از این یکی رو آر 1 هستیم. من میخوام ببندمشون دیگه، احتمال برگشت هست. بالایی رو هم ببندم و سلام، نامه تمام. خدا به شما هم برکت بده. اینجا هم 2 تا پوزیشن داشتم، حواسم نبود. من نگاه نمی کنم به سود و زیانم ببینم چقدره، تمرکزم رو به هم میریزم. حالا این یکی خود باز نگه داریم، شاید یه پا دیگه پایین بریم، جای بهتری ببندیمش، چون این ریزش یهو بر نمیگرده بالا. برگشته اول معمولا مینورن. ممکنه همه اینا بشه یه بخشی از این لگ. ببینید ما اینجا رو حالا هیچ در نظر نگرفتیم، ولی میتواند این هم باشد در واقع. اینی که اینجا داریم به اندازه همین ریزش از اینجا اتفاق بیفته، احتمالش هست تا اینجا. بعد اینجا به عنوان یه ناحیه حمایتی عمل کنه، مثل یه کنجی که مثلا از اینجا به اینجا یه همچین چیزی اگر بخوایم کلاس بگیریم این شکلی میشه. اینجا ها مثلا خیلی شارپ بریزه و حمایت بشه و برگرده بالا احتمالا. 1 2 3 4 این موج پنجم در واقع روند نزولیه به نظر من. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه. کانالم به شدت دقیق هست، داریم میبینیم. خب بریم ببینیم تایم فریم های پایین تر چه اتفاقی افتاده. ببندیم یا نگه داریم این پوزیشن رو. این پوزیشن آخر من هست که نگه داشتم، از اولش کامل با هم بودیم، از شروع گرفتن پوزیشنم تا همینجا من استاپم این پشت بود. بله، و تا اینجا آره 5 دیگه. البته من سیو سود کردم، 5 تا پوزیشن داشتم که توی مسیر خیلیاشو بستم در واقع. این اولین پوزیشنی بود که بهترین آر رو داده بود در واقع. اون یکی آر با آرشون 2 بود 3 بود، 1 هم داشتیم، 1 به 1 هم داشتیم، شاید کمتر هم داشتیم چون با احتمال برد بیشتر من ورود کردم. در واقع یه فست اسکرپ بود. این هم که خیلی عالی اومد پایین، رسیدیم به تیپی 7. بله خیلی خوب حرکت کرد. فکر میکنم که قرار ما این شکلی حرکت کنیم. اینجا رو تارگتمون هم میشود پایین تر، نزدیک تارگتیم. خیلی خوب حرکت کرده، تیپی 8. نمیبندم فعلا روی آر 7 یا 8، احتمالا دیگه ببندمش. این دیگه میشه تمام. خب من در واقع نذاشته بودم تیپی، معمولا تیپی رو با روند پیش میرم دیگه، ببینم روند مومنتوم کاسته شده کم شده میبندمش، حالا با هر چقدر سود، حالا بار 1 باشه
یا مثل این که میبینم روند ریزشیه و خیلی خوب داریم میریزیم، شارپتر شد ریزش، نگهش میدارم ولی قصد دارم رو همین 7 ببندمش دیگه. احتمالا رسیدیم به کف همین میجر موو، این تیپی 1 رو عرض میکنم که دیگه قاعدتا باید ببندیمش چون سیو سودای زیادی انجام میشه. همین، امیدوارم لذت برده باشین. اگه دوست داشتین لایک کنین و کامنت بذارین. سعی میکنم از در واقع پوزیشن های بیشتر و لایو در واقع بذارم ببینین و اگر دوست داشتین تو لایو تریدای من شرکت کنین.